خب رفقا، اگه دنبال ایده هایی هستین که زیر 1 ماه درآمدتون شروع بشه و مانتایز بشه، این ویدیو مخصوص شماست. امروز میخوام 2 تا چنل رو با هم دیگه بررسی بکنیم که اگه تقلب کنید و ایده هایی که دارن اجرا میکنن و مو به مو اجرا بکنید، خیلی هم ساده هستن ها. نه هزینه خاصی داره، نه هیچ زحمت خاصی. شاید روزی نیم ساعت زحمت داشته باشه. اگه انجامشون بدین، زیر 1 ماه من رگمو میذارم مانتایز میشین و درآمد بذارید با هم دیگه بریم تو چنلشون بررسیشون بکنیم و درآمدشون رو همونجا حساب بکنیم، ببینم پشمی واسهتون میمونه یا نه. فقط قبلش لایکو بزن، چنل رو سابسکرایب کن. هر روز از این ویدیوها دارم، دکتر یوتیوب هم ناسلامتی. هر روز واسهتون از این ایده ها و آموزش ها دارم که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. بریم ببینیم. اولین ایده ای که با 200,000 تومان میتونید استارت بزنید و تو 1 ماه مانتایز میشید. من رگمو میذارم، تو 1 ماه با این ایده مانتایز میشید. خدا شاهده. بعد درآمداش الان حساب میکنیم، کرکوپرتون بریزه. ببینید اولین ایده مال چنل کوب دیزاین هستش. این آقا میاد چیکار میکنه؟ ببینید یکی از ویدیوهاش فقط این اولیه است که 148 میلیون بازدید خورده. ببینید چیکار میکنه. قوطی نوشابه های معروفو برمیداره، با چسب حرارتی چسب کاری میکنه و متناسب با رنگ قوطی نگین کاری میکنه. من الان اینا رو یادتون میدم نگین رو از کجا بخرید، چسب حرارتی هم که تو خونه های هممون هست، کامل یادتون میدم. یعنی توی نیم ساعت میتونید یه ویدیو درست بکنید که بازدید چندین میلیونی بخوره. خب شورت این مثلا 148 میلیون بازدید خورده. بریم حساب بکنیم همین یه ویدیو چقدر درآمد داره. هر 100,000 بازدیدی توی شورت ویدیوز تقریبا $10 درآمد داره. خب پس 1 میلیون بازدید میشه $100. $100 بابت هر 1 میلیون بازدید ضرب در 148 میلیون بازدیدی که خورده، $14,800 درآمد فقط واسه این ویدیو. تقریبا $15,000 پولیه که بابت این ویدیو اولیه گرفته که الان با هم دیگه دیدیم. تمام ویدیوهاش هم یه آهنگ گذاشته، همه آهنگا تکراری. یعنی یه دونه آهنگ بردارین رو تمام ویدیوهاتون بذارین، زحمت خاصی نداره خدا شاهده. دومین ویدیوشو ببینید چقدر ساده است. با 2 تا نگین اینو انجام داده. قوطی ردبول رو برداشته، 2 رنگ داره فقط، آبی، نقره‌ای. از 2 تا نگین باید استفاده بکنید. نگین آبی روی بخشی که رنگ قوطی آبیه و نگین نقره‌ای روی بخشی که نقره‌ای رنگه. تمام شد و رفت. مردم خیلی خوششون میاد از همچین ویدیوهایی. خب خیلی ساده است. تو خدا ببینید قوطی اگه یه جایش آبیه، نگین آبی بذارید. اگه یه جایش نقره‌ایه، نگین نقره‌ای بذارین. از این چسب حرارتی هم که هممون تو خونه‌مون داریم، این تفنگا هست که چسب حرارتی باش میزنیم رو هر چیزی که می‌خوایم کار دستی درست بکنیم. اونو که تو خونه‌مون هست، اگرم ندارین 100,000 تومان بدیم بخرین. این نگینا رو هم بریم ببینیم هزینه‌اش چقدره. خیلی ساده است، خیلی هزینه‌اش پایینه. بریم توی تورو می‌نویسیم نگین رنگی. ببینید هزینه نگینا چقدره تو رو خدا. نگین اشکی 10x14 آماده رنگی 500,000 تومان. خب این 1 2 3 4 5 6 7 تا بسته است که تو هر بسته 500 تا نگین هست. ارزون ترش هم هست. ببینید این مثلا یه تعداد نگین رو بهتون میده فقط 12,000 تومان. این 20 تا 30 تا نگین رو میده 10,000 تومان. این 650,000 تومانه ولی 6 تا بسته است که خدا تا نگین توی هر کدومش هست. نگین حرارتی رنگی 102,000 تومان، 3 بسته. خیلی ارزونه. یعنی تک بسته‌ای هم هست که با 50,000 تومان بتونید بخرید. خب این ایده خیلی بکره رفقا. درآمد میلیونی داره. یعنی به پول خودمون برگردونید ماهی چند میلیارد درآمد داره. اینو ببینید این قوطی مثلا 18 میلیون بازدید خورده، 2 رنگ داره فقط، نارنجی و مشکی. اون قسمتی که رنگ نارنجی داره نگین نارنجی میزنه، اون قسمتی که مشکیه نگین مشکی میزنه، با چسب حرارتی نگینا رو میچسبونه. خیلی ساده است. بعد رفقا یه امتیازی که این طرح داره اینه که اصلا نمیخواد صحبت بکنید. چهرهتون هم نیازی نیست نشون بدید. حالا این اول ویدیوهاش چهرهشو نشون میده ولی شما اگه دوست دارید میتونید نشون ندین. صحبت هم نمیکنید، خود به خود ویدیوهاتون جزو یوتیوب بین‌المللی انگلیسی حساب میشه و درآمد توی یوتیوب انگلیسی که خدا دلاریه. ببینید این قوطی که اصلا همش زرده. همش نگین زرد باید بچسبونه، یه جایی نگین سفید هم باید بچسبونه. ببینید چقدر ساده است، چقدر ساده است. بعد جالبه من چند تا از این ویدیوهاشو دیدم. مثلا قوطی نوشابه ردبول رو دیزاین کرده بود، خود شرکت ردبول اومده بود کامنت گذاشته بود، تو صفحات ردبول پین شده بود و همینجوری از طریق اون صفحات بازدید میاد توی چنلتون اگه این کار انجام بدید. این ایده اوله. تو رو خدا ساده نگیرینش. من رگمو میذارم این ایده توی 1 ماه مانتایز میشه، حد اکثر توی 1 ماه. ببین این نوشابه فانتاست، تو تمام فروشگاه‌های ایران فانتا رو داریم دیگه. نگین نارنجی، نگین سفید، نگین آبی، تمام شد و رفت. بازدیدای میلیونی. این فانتا 9 میلیون بازدید خورده، این قوطی 10 تا خورده، نوشابه پرایم 12 تا خورده، ردبول 148 میلیون بازدید خورده. روزی یه دونه از این ویدیوها بذارین، بعد از سومین چهارمین ویدیوتون بازدید میلیونی میاد. قول میدم.
دیدین رفقا، هزینه ساخت همچین ویدیوهای روزی نیم ساعته. یه تعداد مهره رنگی، یه تفنگ از اینا که چسب حرارتی تولید میکنن که تو خونه های هممون هست، اگه هم ندارین 100,000 تومان هم شاید قیمتش نباشه. و یه بطری نوشابه. یه بطری نوشابه بگیرید، دیزاینش بکنید، ویدیوتونه که اوکی کردین، آخر سر هم چند تا یخ بندازین توش و نوش جان بکنید. به همین سادگی مردم توی یوتیوب دنبال اینن که شما سرگرمشون بکنید. به همین سادگی. ایده دوم شاید از ایده اولم جالب‌تر باشه و بازدید و درآمدش عجیب غریب بالاست. بریم با هم دیگه ببینیم. فقط اگه تا اینجا اومدی و هنوز سابسکرایب نکردی، اون دکمه سابسکرایب رو بزن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. لایک هم بزن. این ایده اسمش هست ایده های بورد گیم. خیلی بازدید میخوره، خیلی. ببینید این بورد گیم ها بازدید عجیب غریبی میخوره. یکی از این تخت گیم ها میخریم، قیمتش 1 میلیون خورده ایه، تو فروشگاه های ایرانی ریخته. خب هر کدوم از این ویدیو، ببین این یه ویدیوش 251 میلیون ویو خورده. شما تنها کاری که باید بکنید، یه رفیق، یه خواهر، یه برادر، مادر تو خونه داریم دیگه هممون. خب میشینید جلو هم دیگه بازی میکنید، دوربینو میکارید یه گوشه، بازیتون رو میکنید، عشق و حالتون رو میکنید، یکیتون برنده میشه به هر حال. بعد ویدیوشو سریع میکنید، تایم ویدیو رو چند برابر میکنید، میذارید توی یوتیوب. بازدید میلیونی میخوره. این یه دونه ببین 251 میلیون بازدید خورده. بریم حساب کنیم چقدر درآمدش. خب هر 1 میلیون بازدید تقریبا $100 درآمدشه. ضرب در 251 میلیون بازدید $25,000 درآمدشه. به تومن چقدر میشه؟ دلار 112 تومنه. چقدره من نمیدونم. خب $25,000 2,800 میلیون تومن واسه همین یه ویدیو. این یکی ویدیوشو ببین، 119 میلیون بازدید. هیچ کاری نمیکنه. فقط یه بورد گیم گذاشته جلو خودش و رفیقش، دوربینو کاشته یه گوشه، بازیشونو میکنه. مثلا انگار که دوربین هست، قیافشون هم مشخص نیست، حرفم نمیزنن، یه آهنگ گذاشته رو ویدیوش، در حد 10 ثانیه هم نمیشه بازیشون، ولی بازدید 100 میلیون و 200 میلیون و چیزهای مختلف میذاره. ولی حالا من چنل‌های مختلف نگاه میکنم از این ایده. بعضی از چنل‌ها فقط بورد گیم میذارن، الان چیزهای مختلف میذاره. شما نیازی نیست این کارو بکنید، فقط یه بورد گیم بخرید حدود 1 میلیون، ارزان‌تر حالا بگردین تو شهرتون 500,000 تومانیش هم هست، همینجوری بازی کنید، فقط بورد گیم بذارید. اصلا ویدیویی نمیشه با این بورد گیم بذاری که بازدید 100 میلیونی نخوره. خیلی پرطرفدار این ایده تو دنیا، همه نگاه میکنن تا تهش ببینن کی برنده میشه. ایده هایی که مجاب میکنی مخاطبو که تا آخر ویدیو بمونه که برنده رو بفهمه که برنده کیه، اون ویدیوها بازدید میخورن. اینم ایده دومه که شما ببینید رفقا، واسه این که اینو بخرید، اسم بازیش هست بازی کشمکش. چه اسمی داره؟ بازی کشمکش. تو ایران به این بازی معروفه. ببینید تختش هست چقدر؟ 289,000 تومان. همونه، فقط رنگ مهرهاش فرق داره که اصلا مهم نیست. حالا مدل‌های مختلفش هست، سرچ بزنید تو اینترنت بازی تخته کشمکش، اینا میاد بالا. 289,000 تومان. 500 تومانیش از 1 تومانیش هست دیگه، ارزون تریناش همین 200 تومانه. شما میتونید بخرید 200 تومان، این ایده رو اجرا بکنید و بازدید خدا میلیونی داشته باشید. اینم از این. رفقا چنل رو سابسکرایب کن، هر روز از این ایده ها، هر روز از این الگوریتم جدید اینستاگرام، آموزش جدید اینستاگرام. من تازه چنل رو راه اندازی کردم چون من به سرعت تونستم یه چنل دیگر رو مانتایز کنم. گفتم چرا نیام آموزش بدم وقتی میتونم فقط با یه گوشی بدون هیچ تجهیزات کاری بکنم، شما مردم گلم به درآمد برسید. خب این کارو میکنم دیگه. آموزشای من به این شکلی که به هیچ تجهیزاتی نیاز ندارید. یادتون میدم با همین گوشی توی دستتون بدون هیچ تجهیزاتی، بدون 1 ریال هزینه واسه تجهیزات، مانتایز کنید چنلتون رو. یوتیوب به همین سادگیه، درآمد توی یوتیوب به همین سادگیه و من دکتر یوتیوب اینجام که یادتون بدم به سادگی هرچه تمامتر توی یوتیوب به درآمد برسید. چنل رو سابسکرایب کن، هر روز الگوریتم جدید یوتیوب، اطلاعات جدید یوتیوب و کلی ایده این شکلی که زیر 1 ماه میتونید به درآمد برسید با هیچ گونه تجهیزاتی، فقط با همون گوشی که تو دستته. من چنلی که مانتایز کردم با همون گوشی که الان دارم باهاش ویدیو ضبط میکنم مانتایزش کردم. آدیوس.